علی آقا یکی از مفاخر تاریخ. آقا رضا اومدیم آثار جهانی بیستون برای زمان هخامنشیان. اینجاست از آثارش مهمترینش آثار جهانی و کتیبه داریوش بزرگه که ثبت جهانی شده. یه میراث جهانی مجسمه هرکول رو داریم اینجا که زمان رضا گفتم بر زمان سلوکیانه و فرهاد تراش رو داریم. اونجا شهر ناتمام ساسانیه که خواستن شهر بسازن که ناتمام مونده، یعنی نساخته شده اینکه خراب بشه، نه ناتمام مونده. روبروش کاروانسرای شاه عباسی یکی از سالم‌ترین کاروانسراهایی که تو ایران مونده، همون کاروانسرای شاه عباسیه. مقابل شهر ناتمامم بنای ناتمام فرهاد تراشه، بزرگترین سنگ تراش دنیاست که خواستن شهر یکی از جنگ ها، یکی از حادثه هاشون رو روش تصویر بکشن که ظاهرا با حمله اعراب یا مرگ پادشاه ناتمام میمونه. اینم کوه استوار بیستون در اطرافش. مرسی از علی آقا همزدیان. امیدوارم که لذت برده باشه. عالی عالی آقا، عالی، دمت گرم. هر کی که خودشو ایرانی میدونه احساس میکنه که رگ آریایی تو خونشه باید بیاد اینجا رو ببینه. تمدن، تاریخ